ازبکستان یگانه کشور در منطقه است که با حکومت طالبان آشکارا همکاری میکند. تاجیکستان در برخورد با طالبان بر اساس منافع ملی خود عمل میکند. حکومت تاجیکستان میگوید ملت‌های دیگر، اقوام دیگر از جمله تاجیکان نیز باید در صف در حکومت طالبان باشند. موقع تاشکند رسمی دیگر است. البته دو عامل حکومت ازبکستان را وادار ساخت که با طالبان روابط خوب برقرار کند. اولش اقتصادی و دومش امنیت. دولت ازبکستان در عوض کمک سیاسی و دیپلماتی از طالبان تقاضا میکند که از ورود گروه‌های مختلف افراطی به قلمرو ازبکستان جلوگیری کند. عامل دوم صرف اقتصادی می باشد. ازبکستان به بحر دسترسی ندارد مثل تاجیکستان. تاجران ازبک در حال حاضر برای انتقال محصولات خود به کراچی پاکستان، بندر کراچی پاکستان، به بازار جهانی برآمدن 35 روز صرف می کند. از این رو حکومت ازبکستان تلاش دارد که توسط قلمرو افغانستان به بندر کراچی راه آهن بسازد. در صورت عملی شدن این طرح ازبکستان می تواند در ظرف 3 روز محصولات خود را به بازار جهانی صادر کند. یعنی این معنا دارد که ازبکستان با روابط حسنه داشتن با حکومت طالبان می تواند اکسپورت خود را، درآمد خود را 10 چندان زیاد کند. تقریبا این بیش از 20 میلیارد می شود و این از نگاه اقتصادی برای حکومت تاجیکستان ازبکستان خیلی مفید است.